در محله شاسکولآباد یک گربه پشگل مغز را می‌بینید که در حین فرار و دزدیدن دست خریچه در دهان دارد دچار گرفتگی و رگ به رگ شدن مغز می‌شود. به نظر می‌رسد که معادلات ریاضی که از قبل انجام داده است کاملاً بوده است. گربه پشگل مغز ما کاملا مخش گوسفنگ شده و به دنبال راه چاره میاندیشد. همانطور که از نامش پیداست در جعبه سیاه این گربه 1% آب، 1% مغز و مابقی آن را پشگلانیوم غنی شده تشکیل داده است. در ناامیدی بسی امید است، در باقالی پلو یکم شیویده است. راز باغ The Secret بگاه پرنده بهشتی، گونه‌ای بسیار مرموز و پدر سوخته. Angry Birds Very Day و فادر سوخته. این گونه نادر در حومه جنگل‌های گواتمالا زندگی می‌کنند. Angry Birds Alive in Guatemala. مرغ نر برای تولید تخم مرغ نیاز به همکاری ماده مرغ دارد. تخمینگ مرغ دمادینگ مرغ تخمینگ تخمه. از این روی نر مجبور است با حرکات نمایشی نظر ماده مرغ را جلب کند تا ماده مرغ برای گذاشتن تخم مرغ با او همکاری کند. Dancing and toileting the تخم مرغ. مرغ نر ضمن حرکات نمایشی زیر لب این شعر را زمزمه می کند. ماده مرغ هم راضی شده و با هم به تولید تخم مرغ مشغول میشه. ماده مرغ ماخنگن تخم. بدون زر مفت و اتلاف وقت می رویم سراغ اصل قضیه. به نظر می رسد یک بیلبیلک حواس منگل پرنده را به خود جلب کرده است. بیلبیلک با حرکات بندری باعث تحریک شدن منگل پرنده می شود. او بالاخره گشادی را کنار گذاشته و برای خوردن بیلبیلک عازم می شود. یا حضرت پشم. خواهر منگل پرنده گاهی داد و بیداد می کند. روحش شاد و یادش گرامی. افعی دم بیلبیلکی که یکی از کارکشته ترین مارهای حیات وحش است. پس نتیجه میگیریم که گول هر بیلبیلکی را نخوریم. شیرها یک بوفالوی ذلیل نگونبخت را خفت کرده و در حال تقسیم کردن اعضای بدن آن بین خودشان هستند. یکی از ماده شیرها قصد کشیدن اگزوز بوفالو را دارد. تصاویر حاکی از این است که بوفالو 50% ریده اما تلاشش بیفایده است. در این هنگام ماده شیرها سر خوردن اگزوز بوفالو دچار اختلاف می شود. اوضاع کشمشی شده است. شیرهای نر برای جدا کردن سلیطه ها از یکدیگر بوفالو را به حال خود رها می کنند. بوفالو کابل را بغل کرده و خیلی ریز فلنگ را می بندد. شانس که داشته باشی خروست هم تخم می گذارد. امروز از شانس گوهی و شخمی ما برمیخوریم به یکی از بی جنبه ترین خزنده ها. مارمولک سگ عصب. این گوزوی مادر مرده جنبه هیچ گونه شوخی را ندارد. سری میزنیم به دنیای خرطوخر درندگان. یکی از این درندگان پلنگ ننه ژله‌ای است که برای شکار از یک روش بسیار تخماتیکی استفاده می کند. او از لاپای شاخ و برگ رد شده و خیلی لاشیانه به طعمه نزدیک می شود. گوزنها روحشان هم خبر ندارد که تا لحظات دیگر خار مادرشان روغن کاری خواهد شد. لحظه روغن کاری نزدیک است. گوزنها از شدت ترس شاخشان ترک خورده و هر کدام به سمت جیم فنگ می کنند.
اما پلنگ کارکشته تر از این حرف است. گوزن گوشانس به ترتر افتاده و در میان چنگالهای پلنگ دار فانی را فدا میگوید. در جایی که سگ پره میزند یک اختاپوس کله تخمی زندگی میکند. این عمه خراب خود و دم و دستگاهش را تا ناموس در صدف جا میکند. سگ پدر نه بیکار است و نه اسکل، بلکه با این کار توجه طعمه را به خود جلب می کند. او انقدر سوت بلبلی می زند تا بالاخره مخ یک خرچنگ حمال را حامله می کند. خرچنگ در 100 ثانیه خفت شده و اختاپوس او را از پشت نصیحت می‌کند. خواهر مادر خرچنگ در و دیوار را چنگ می‌زنند اما فایده‌ای ندارد. چیزی که در پاچه خرچنگ فرو رفت فراتر از یک دست بیل بود. مهنز، گرمای طاقت فرسان نشیمنگاه گاوها را دستمالی کرده و مانند گاو به آب حمله ور می شود. عقابه، رنده کن. این پرنده شل ناموس قبل از حمله به صورت ریز و لاشیانه آماره در ماه تحت زمین، جایی که جن گوه بخورد به آنجا فکر کند یکی از بی‌ناموس‌ترین عنکبوت‌ها کمپ کرده است. عنکبوت سلام رسان. این عنکبوت پدر سگ مادر مرده قرمساق زمین را حفاری کرده و به انتظار طعمه میشیند تا اینکه اسرائیل یک سوسک گوه شانس را به سمت تله عنکبوت هدایت میکند. همانطور که ملاحظه کردید با یک حرکت پشم ریزون سوسک را خفت کرده و بلافاصله به مادرش سلام میرساند. روند سلام رسانی عنکبوت امننه تا سیر شدن شکمش ادامه خواهد داشت. او با استفاده از این تکنیک خواهر مادر تمام حشرات را با یکدیگر ترکیب میکند.